این یه خلاصه کوچیکی از 18 سالگی منه. مسئولیت‌های بیشتر، استرس‌های بیشتر، نگرانی‌های بیشتر، کار، پول، درس، سربازی و هر استرس دیگه‌ای که فکرشو کنید. فکر می‌کردیم بزرگتر بشیم خیلی قراره همه چی روال ما بچرخه، ولی اشتباه می‌کردیم. بازم این منه، حداقل جوان‌تر از چیزی که الان به نظر میام. خوشحال، سر حال، بدون هیچ دغدغه و استرسی. گفتم اینم مثل تولدهای قبلیمه، ولی نبود به هیچ عنوان. تو همون ماه مدرسه‌ام تموم شد. خیلی از دوستامو از دست دادم. بهترین روزای زندگی من تو دبیرستان بود و گذشت. فقط هادی موند و من و فرید با آقا مختاریان. گفتیم حالا که همگیمون 18 سالمون شده بریم سراغ گواهینامه گرفتن، بریم سراغ دانشگاه و ادامه تحصیلمون. ولی فکر نمی‌کردیم اینقدر ناراحت کننده برای هممون تموم بشه. علاف و بیکار تایممون رو تو قهوه خونه میگذروندیم. البته شاید یه ولاگ راجبش گرفتیم، ولی در کل با هزار امید و آرزو هادی رفت اینور رفت اونور، ایده داد که دیگه بزرگ شدیم و باید بریم دنبال کار. البته بگم هیچ ربطی به هادی نداره این قضیه، تقصیر خودمه. ماشین من توی اتوبان به خاطر روغنریزی از تصادف قبلی و به خاطر غیر استاندارد بودن جاده لیز میخوره و به این وضعیتی که میبینید میرسه. بعد به بار آوردن این همه بدبختی باز دوباره برگشتیم سر خونه اولمون. همون روز بلافاصله بعد از تصادف ماشین رو ول کردم و با دوستام دوباره برگشتیم و رفتیم قهوه خونه. قشنگ مثل یه کشی شده بود زندگیم که هر چقدر میکشیدمش دوباره از دستم ول میشد و برمیگشت به حالت قبلیش. فردا صبحش هم با بابام بلند شدیم و رفتیم پاسگاه و فهمیدیم که چه گند بزرگی به بار آوردم. از همونجا بزرگترین فشار زندگیم افتاد روم. دیگه خرج ماشین خودمون و خسارتی که به ماشین یارو خورده بود، تمام قضیه تقصیرش افتاده بود گردن من و این باعث شده بود که به کل هم به من هم به بابام فشار بیاد. چون من 18 سالم بود و بابام تصمیم گرفت که همه رو بذاره به عهده خودم. به نظرم کار درستی کرد. منم هیچ گویی نخوردم. یه چیزی بگم باورتون میشه؟ وقت تموم شد.